سرخط خبرها: فضای مثبت مذاکرات ایران و آمریکا در عمان، حمله به بیمارستان ممدانی غزه، جنایتی دیگر از اسرائیل، تجهیز دیوار مرزی با افغانستان به تسلیحات نوین، تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون سرباز قهرمان، بازدید سرزده پزشکیان از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. نام خدا. با من مصطفی حسینی تا پایان این بسته خبری همراه باشید. یکی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به خبرگزاری تسنیم اعلام کرد که مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا که در عمان در جریان است، به دلیل فضای مثبت موجود میان دو طرف به احتمال زیاد به زمان بیشتری نخواهد کشید و ممکن است در فردای امروز به نتیجه ملموس برسد. به گفته این منبع آگاه، فضای مذاکرات تا این لحظه سازنده بوده. طرفین به دنبال یافتن راهکارهای جدید برای بازگشت به مسیر مذاکرات هسته‌ای و کاهش تنش در منطقه هستند. این دوره از مذاکرات پس از مدت‌ها تنش و عدم توافق در زمینه برنامه هسته‌ای ایران برگزار می‌شود و مقامات ایرانی امیدوارند که از این فرصت استفاده کنند تا گام‌های موثری برای بازگشت به برجام و رفع تحریم‌ها بردارند. در همین راستا تیم مذاکره کننده ایران ضمن تاکید بر حقوق هسته‌ای خود خواستار اقدام جدی از سوی طرف مقابل به ویژه ایالات متحده آمریکا در خصوص لغو تحریم‌ها و احترام به تعهدات برجامی شده است. این گفتگو در حالی برگزار می‌شود که مقامات ایالات متحده نیز به بازگشت به مذاکرات برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک امیدوار هستند، اما همچنین از مواضع خود در خصوص محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران دست نکشیدند. جنبش جهاد اسلامی فلسطین در واکنش به حمله هوایی رژیم صهیونیستی به بیمارستان ممدانی در غزه این اقدام را به عنوان یک جنایت جنگی جدید علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌های بشردوستانه دانست و خواستار پاسخ قاطعانه به این تجاوز شد. بر اساس گزارش‌ها، حمله به این بیمارستان که در یکی از مناطق شلوغ غزه واقع است، باعث کشته شدن و زخمی شدن تعدادی از بیماران و کارکنان بیمارستان شد. رژیم صهیونیستی همچنان به حملات خود به مناطق مسکونی و درمانی در غزه ادامه می‌دهد که این اقدامات موجب نگرانی‌های بین‌المللی شده است. جنبش جهاد اسلامی فلسطین در بیانیه‌ای ضمن محکومیت شدید این حمله اعلام کرد که رژیم اسرائیل باید مسئولیت این جنایات را بپذیرد و به خاطر نقض قوانین بین‌المللی در خصوص حمله به مراکز درمانی مجازات شود. کارشناسان حقوق بشر همچنین تاکید کردند که حمله به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی نه تنها نقض فاحش قوانین جنگی است، بلکه یک عمل علیه بشریت محسوب می‌شود که باید در عرصه بین‌الملل محاکمه گردد. در این میان سازمان بین‌المللی همچنین از شدت بحران انسانی در غزه و حملات اسرائیل به زیرساخت‌های حیاتی این منطقه ابراز نگرانی می‌کند. امیر حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در یک نشست خبری از تجهیز مرزهای ایران با افغانستان به تسلیحات نوین خبر داد. وی توضیح داد که این اقدام به منظور تقویت امنیت مرزهای شرقی ایران و مقابله با تهدیدهای احتمالی از سوی گروه‌های تروریستی و دیگر تهدیدات امنیتی در منطقه صورت گرفته است. فرمانده نیروی زمینی ارتش همچنین خاطرنشان کرد که با توجه به شرایط امنیتی حساس در مرزهای شرقی کشور و افزایش تحرکات گروه‌های تروریستی در برخی از مناطق افغانستان، ضروری است که ایران توان دفاعی خود را در این مناطق تقویت کند. وی در ادامه افزود که این تسلیحات نوین شامل سیستم‌های پیشرفته راداری، موشک‌های زمین به زمین و سایر تجهیزات هوشمند است که به نیروی زمینی ایران این امکان را می‌دهد تا به صورت مؤثرتر با تهدیدات در مرزهای شرقی مقابله کند. این اقدام در حالی انجام می‌شود که ایران همواره بر اهمیت مرزهای خود تاکید داشته و در گذشته نیز اقدامات مشابهی برای مقابله با تهدیدات تروریستی انجام داده است. همچنین امیر حیدری یادآور شد که ارتش جمهوری اسلامی ایران در کنار تامین امنیت مرزها به تقویت روابط دوجانبه با کشورهای همسایه از جمله افغانستان نیز متعهد است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست خود کلیات لایحه اصلاح قانون سرباز قهرمان را تصویب کردند. این لایحه با هدف تسهیل شرایط خدمت سربازی برای مشمولان قانون سرباز قهرمان به تصویب رسید و انتظار می‌رود در آینده نه چندان دور به اجرایی شدن نزدیک شود. بر اساس این اصلاحات شرایط خدمت سربازی برای افرادی که در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و علمی به عنوان سرباز قهرمان شناخته می‌شود، تسهیل شده و امکانات بیشتری برای ادامه تحصیل، اشتغال و فعالیت‌های اجتماعی در نظر گرفته شده است.
این لایحه پس از بحث و بررسی‌های فراوان در کمیسیون‌های مختلف مجلس و با توجه به نیازهای فعلی جامعه و مشمولان به تصویب رسید و اکنون منتظر تصویب نهایی در صحن علنی مجلس است. نمایندگان مجلس امیدوارند که این اصلاحات باعث افزایش انگیزه جوانان برای خدمت به وطن و ارتقای سطح کیفیت زندگی سربازان شود. اصلاحات جدید شامل ارائه تسهیلات در زمینه تحصیل، بهداشت و درمان و حقوق سربازان است که می‌تواند تأثیرات مثبتی در زندگی این افراد داشته باشد. مسعود پزشکیان به صورت سرزده از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بازدید کرد. در این بازدید وی ضمن دیدار با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جریان مسائل و مشکلات این وزارتخانه قرار گرفت. پزشکیان در این دیدار بر اهمیت توجه به مسائل فرهنگی و هنری در کشور تاکید کرد و گفت که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نقش مهمی در ارتقای فرهنگ و هویت ملی دارد. وی افزود توسعه فرهنگی و هنری باید در اولویت سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولت و نهادهای مختلف قرار گیرد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید با برنامه‌ریزی‌های دقیق بستری مناسب برای رشد و شکوفایی هنر و فرهنگ کشور فراهم کند. در ادامه این دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گزارشی از وضعیت فعالیت‌های فرهنگی و هنری کشور ارائه داد و به چالش‌ها و مشکلات موجود در این حوزه اشاره کرد. این بازدید سرزده از وزارتخانه به منظور نظارت و بررسی مشکلات این بخش و همچنین یافتن راه‌حل‌های مناسب برای تسهیل روند اجرایی امور انجام شده است. از اینکه تا پایان این بسته خبری با من همراه بودید سپاسگزارم.